سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل بنده. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چگونه یوتیوبتون رو بدون فیلتر کنید و به راحتی استفاده کنید. دوستان عزیز، قبل اینکه این ویدیو رو شروع کنید حتما چنل بنده رو دنبال کنید و اون لایک این ویدیو رو بزنید و بدون معطلی بزنید برید. خب دوستان توجه داشته باشید که برای اینکه یوتیوبتون رو یا فروشگاه پلیتون رو بدون فیلتر واردش بشید و بدون هیچ VPNی که نصب کنید. حالا این دو برنامه‌ای که من به شما معرفی میکنم داخل چنل تلگرامی بنده هستش. حتما برید چنل بنده رو چک کنید که ببینید من برای شما گذاشتم و چون این دو برنامه است که به شما قرار معرفی کنم. واقعا برنامه خوبیه برای ایرانسل هم برای اول هم الان من از وای فای استفاده میکنم. ببینید توجه داشته باشید. ببینید برای مثال من ببخشید روشن کردم اینا رو استفاده میکنم از خودم از اینا. خب بریم من اول اینا رو بزنم. آره دوستان عزیز توجه داشته باشید که این برنامه وب ایمومورت یعنی این برنامه است. حالا شما ایرو خورده بود باشید. الان اینو که من روشن میکنم میبینید اینجا VPN اومده بالا، یعنی روشن و میتونید به راحتی استفاده کنید. دوستان عزیز ببینید که الان این برنامه بالا اومد و میتونید به راحتی از فروشگاه پلیتون هر برنامه‌ای که دلتون بخواد بتونید دانلود کنید. حالا من الان بدون فیلتر برم، یعنی بدون این فیلتر برم، یعنی این DNS در واقع VPN نه چیزی. فقط من در حال حاضر فقط روی یوتیوب و فروشگاه پلی استفاده کردم فعلا. حالا شما اگر تونستید تو بازیام این برنامه رو استفاده کنید حتما تا بچه ببینید. مثلا برای مثال من VPN میزنم مثلا باز میکنه دیگه، چون الان چند دقیقه پیش رفته بودم. ببینید دیگه باز نمیکنه اینجا، باید انقدر منتظر کنید بازم نمیکنه. دقت داشته باشید ببینید که مثلا باز نمیکنه در واقع. الان مثلا من اگر اون خوام روشن کنم الان به راحتی باز میشه، یعنی که نیم سال منتظریم که ریفرش میشه. حالا بچه‌ها ما بریم روی یوتیوب هم این برنامه رو استفاده کنیم. حالا من اول وارد یوتیوب بشم که ببینید اصلا باز نمیکنه. ببینید دقت داشته باشید که اصلا برنامه بالا نمیاد. اینه مثلا مونده همونجوری میاد. حالا بریم بهتون این، حالا بریم وارد برنامه بشیم، اینو روشن کنیم و وارد یوتیوب بشیم. ببینید که به چه سرعتی باز میکنه و براتون هر فیلمی که دوست داشتید رو به راحتی میتونید تماشا کنید. ببینید که چه سریع باز میکنه. دوستان عزیز حتما اینو برید دانلود کنید، چون کسایی که حالا به مشکل میخورن برای ویدیو گذاشتن میگن نتش ارور میده و ارور مثلا اینترنت میده، میتونید از این برنامه به راحتی استفاده کنید و فیلماتون رو آپلود کنید. دوستان عزیز ببینید الان من وارد این برنامه میشم. دومین برنامه‌ای که قرار به شما معرفی کنم یعنی اینه دیگه، ریدینگ DNS که بچه وارد بشید. بچه من قبل اینکه بزنم شروع بشه حتما شما اینو به توجه داشته باشید که ببینید رو همونه. الان ببینید اینجا روی ریدینگ DNS اگر شما یه دفعه دیدید مثلا روی این گزینه‌ها باشه حتما بیاید روی این گزینه بذارید. حالا اینم تنظیماتش رو که چک کنید ببینید مثل واسه منه. حالا خیلی رو من دیدم که نصب میکنن همون شکلی، من برای خودم همون شکلی بود. دوستان عزیز الان زدم و دیدید حالا من این استوب بزنم قطع میشه. دیدید این بالا. حالا استارت بزنیم و بریم اول توی فروشگاه پلی تست کنیم که ببینیم. برای مثال الان من بزنم ببینید که راحت باز میکنه هر برنامه‌ای که دلتون میخواد و دانلود کنید. حالا برای اینستاگرام یا اینا رو من تست نکردم. اگر برای بازی‌های آنلاین که برای فیلتر شکن میخوام حالا برید تست کنید. اگر شدش که توی کامنت ها بذارید که بچه‌ها بتونن استفاده کنن. بچه‌ها من حالا تست نکردم، شما تست کنید ببینید میشه. حالا دستتو خاموش ببخشید. حالا بریم توی یوتیوب ببینید که باز میکنه. ببخشید من یه بار این برنامه رو بندم، من یه دقیقه ارور داد. دیدی که اینم باز میکنه دقیقه اونجا، چون مثلا من دوبار رفتم اینا ارور. حالا ببینید
به راحتی باز میکنه. چه سرعتی هم ویدیوی جدید برای ما میاره. چرا ویدیو اینو چون دنبال کردم ویدیو اینو میکسر میاره. بچه دیدید و اینم از دوتا این برنامه. بچه حتما این برنامه رو شما دانلود کنید که خیلی خوبه و میتونم بهتون بگم هم میتونید از فروشگاه پلی به راحتی استفاده کنید از این برنامه ها، از این دوتا برنامه، و هم میتونید تو یوتیوب که به راحتی دیگه مشکل نت براتون نیاد که ایرور بده و بگید نتتون ضعیفه. بچه‌ها اینم از این برنامه بنده بهتون آموزش دادم. بچه‌ها اگر دلتون میخواد ویدیوهات بیشتری از آموزش‌های اندروید بدونید حتما کانال بنده رو دنبال کنید که ویدیوهات بیشتری بنده رو ببینید. بچه‌ها حتما کانال بنده رو دنبال کنید، لایک بزنید و زنگوله هم روی آل بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.